ببینید هر ساختمانی برای خودش یک بنا داره. خیمه برای خودش ستون داره. الصلاة عمود الدین. ساختمانم برای خودش پایه داره، ستون داره. آیا ساختمان زندگی انسان هم باید پایه و ستون داشته باشد یا خیر؟ قطعا باید پایه و ستون داشته باشه. لذا در روایات ما تاکید شده است بخواد ازدواج کنی هر کجا اقدام نکن. دیگه به اون دخترای زیبارویی که در یک خانواده بی اصل و نسب رشد کردن ازدواج نکن. چرا؟ چون اینها همانند سبزه هایی هستند که در جایی که مزبله و کثافات میریزن رشد کرده. این سبزی های مقاومت ندارند، سریع از جا و ریشه کنده می شوند. پس بنابراین انسان هم برای تشکیل خانواده باید پایه هایی رو در نظر بگیره، هم برای تحکیم خانواده باید پایه ها و اصولی در نظر بگیره، هم برای تعالی خانواده. 3 مرحله داره عزیزان خانواده: تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و تعالی خانواده. خب در هر 3 مرحله انسان باید یک اصولی رو در نظر بگیره. حالا امام صادق سلام الله علیه میفرماد زندگی یک انسان هم باید دارای پایه و اصولی باشه. بر اساس این چارچوب اگر زندگی رو بنا بکنید، این زندگی در برابر تندباد حوادث نمی‌لرزد. اگر زلزله 10 ریشتری هم بیاد، این زندگی به هم نمیریزه. چرا؟ چون پایه ها محکمه. قیل للصادق علیه السلام علی ماذا بنیت امرک. قیل للصادق علیه السلام علی ماذا بنیت امرک. ابن رسول الله، بر چه اصول، چه پایه هایی بنا کردی؟ علی ماذا، ما یعنی عمود، پایه. علی ماذا بنیت امرک، کارهای تو بر چه اساسی بنا شده است؟ فقال علیه السلام علی 4 اشیاء. فرمود من امام صادق کارهای خودم را روی 4 پایه بنا کردم. خب مگر نمیگیم امام صادق رئیس مذهب ما شیعه ها هست؟ که هست. خب ما باید درس مذهب را از کی یاد بگیریم؟ از وجود مقدس امام صادق. خب کارهای ما هم باید طبق رئیس مذهبمون بنا شده باشه. اگر غیر از این باشه ما تو کارهامون موفق نمیشه. چیه؟ اولین پایه زندگی امام صادق وظیفه شناسی و عمل به وظیفه. عنایت کنید، وظیفه شناسی و عمل به وظیفه. ببین کار خودت رو وقتی خودت انجام بدی دلسوزانه انجام بدی، درست انجام بدی. ببین بعضی از مشاغل در نظر بگیرید، طرف مکانیک برقکار، وقتی میخواد خونه خودش رو برقکاری بکنه کمال احتیاط رو به کار میبره. چرا؟ میگه کار منه، خونه منه، یه جوری باید برقکاری کنم تا 20 سال مشکل ایجاد نشه. یه خیاط میخواد برای خودش یا بچه‌هاش خیاطی بکنه. این وظیفه شناسی و عمل به وظیفه. کار خود رو به دیگری واگذار نکن. چرا؟ چون معلوم نیست دیگری کار تو انجام بدی یا انجام نده. اولا ثانیا آیا درست انجام بدی یا درست انجام نده. فرمود
علمتو، عزیزان علمتو یعنی به این باور رسیدم، علمتو ان عملی لا یعمله غیری واجتهدت، به این باور رسیدم عمل منو غیر من انجام نمیده. نماز منو کی باید بکنه؟ خودم باید بکنم. بله، کار خودم رو باید فاجتهدت، رضا اهل تلاش کوشش شد، زحمت کشیده. پس اولین رکن زندگی امام صادق سلام الله علیه وظیفه شناسی و عمل به وظیفه. حالا انشاءالله یه وقتی ایران رفتی، مشهد الرضا رفتی، تو خیابان نواب صفوی مشهد هم نزدیک حرم یک مدرسه علمی است به نام سلیمان خان، حوزه علمیه سلیمان خان. شاید تو این چند صد سالی که گذشت ده ها هزار طلبه رفتن اونجا درس خوندن، اما شما اسم بانی مدرسه رو نگاه کنید، سلیمان خان، ایشون یه خانی بوده. اونجا که بری برگه بهت میدن تاریخچه بنای این مدرسه رو برای آدم یادآوری میکنن. یه آقای سلیمان خان بود، اما یه بچه ای داشت بسیار بسیار عاقل بود. میگه یک شب زمستان تاریک یه جا مهمان بودن، مهمانی تمام شد، با پسرش داشته میامده خونه. قدیم وقت که نبود برای اینکه راه رو خط دسترسان درست برن، یک فانوسی همراه خودشون داشتن. شما میگه فانوس، یک چراغای کوچیکی که بعد یه فانوسی داشتن. بعد پدر و پسر تا به خونه برسن با هم مشغول صحبت بودن. یک وقت پدر رو کرد به پسره، گفت پسرم دارم بهت وصیت میکنم، بعد از من برای من چی کار انجام بده. در کار خودش رو به پسر وصیت میکنه. کی؟ خان. اما پسر عاقلی بود. تای پدر حضرت گفته این سوی چراغ و فنر رو کشید پایین، بگونی که فنر داره خاموش میشه. هوا ظلمانی شد. پدر جلوی خودشو ندید. بعد چند لحظه دیگر دوباره سویشو بالا آورد، رفت جلوی پدر کاملا جلوی خودش رو روشن دید. گفت چرا این کار کردی؟ پدر کاری که وصیت میکنی ما بعد از تو انجام بدیم مثل اون چراغ پشت سر شماست که سوش آمده خیلی پایین سوسو میزنه، جایی رو نشون نمیده. اما کاری که خودت تو زمان حیات خودت انجام میدی مثل سوی این چراغ است که بالا باشه جلوت باشه، جلوت جا میکنه روشن. پس چقدر خوبه بیای پیش از این که به ما وصیت کنید که آیا ما انجام بدیم یا انجام ندهیم، بیا پیشا پیش برای خودت چراغ روشن کن. پیشا پیش برای خودت یه زمانی که هستی خودت یه کار. بعد با علما مشورت گرفت که چه کار کنه چه کار نکنه، تصمیم گرفت یه حوزه علمیه بسازه. همه اموال و ثروتش رفت، اما چیزی که براش باقی مونده همین حوزه علمیه است که الان شما هر کجای مشهد برید میگید خیابان نواب مدرسه سلیمان خان، میدونید مدرسه شده. این همین فرموده امام صادق، علمت ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدت. پس تا میتونیم خودمون برای خودمون چراغ روشن کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. یک بزرگواری گفتن فلانی خیلی ثروت داره، خیلی باغ داره، خیلی خونه داره، کاخ داره،
تو چیکون؟ منم کاخ دارم، گفت کو؟ گفت بیا بریم نشون بده. هی این کوچه، این خیابان از شهر بیرون رفته. گفت کاخ. گفت بیا. رفتن وارد قبرستان شدن. یه قبری کنده بود. گفت کاخ من اینه. چون من هر چه عمل سال انجام دادم، بفرمایید مسالش اومده اینجا، ثوابش اومده اینجا. این الان چیه؟ کاخه. چون پیغمبر فرمود القبر اما روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. قبر یا روضه از روضه جنت، بهشتی از بهشت هاست، یا خدای نخسته حفره از آتش جهنم. فرمود کاخ من، بله، کار کنه برای شب اول قبر خودش، برای آخرت خودش. این آیه رو زیاد خوندید، زیاد شنیدید عزیزان. واقعیت قبل از مرگ چشم همه ما باز میشه، یعنی برزخی میشه. روایت داریم چیزهایی رو میبینیم اطرافیان ما نمیبینن، میشنویم اونا نمیشنون. نگاه میکنیم بینیم خدایا چیزی انجام ندادیم، میگیم رب ارجعون. که بعد از مرگ نخیر، یه علامت مرگ رو دیده دیگه رفتنش قطعی شده. رب ارجعون. چرا؟ لعلی اعمل صالحا. خدای 60 سال 70 سال عمری که گرفتم به وظیفه عمل نکردم. خدای من خطا میزنم. نه، من یه عمر کافی بهت دادم اما به وظیفه عمل. خب انسان از صبح که از خواب بیدار میشه، شب که میخواد بخوابه، 10 دقیقه با خودش حساب رسی بکنه. واقعا من امروز عمرمو چیکار کردم؟ به وظیفه عمل کردم یا به وظیفه عمل نکردم؟ من رفیقی میشناسم آخرش باطل شده. هم اتاق بودیم. یکی از همین هموجیهای ما واقعا هم درسش عالی بود، هم خادم این اتاق بود. اصلا سفره مینداخت، رفت میشد، صدا درست میکرد، فلان میکرد. این آقا به قول خودش زرنگی میکرد. ما فلان چه این که فلان عالم شبها میومد کفش طلبه ها رو تمیز میکرد، خدا او رو به مرجعیت رسونده، تو هم این کار رو بکن انشاءالله. و ما دیدیم اون شد، این نشد. آدم از قدیم گفتن این جمله طلایی عبا میگن، کار آر نیست. چی؟ کار آر نیست. کار کردن ننگه. بله، خدا حفظ کنه آیه قرائتی رو. گفت آیت الله عاشق یحیای انصاری شیرازی، نمیدونم شما قوم بودین میشناختیشون یا نه، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بوده، در زهد و تقوا و فلسفه و فقه و امثال. همین چند سال پیش به رحمت خدا رفت. عاشق یحیای انصاری شیرازی. آیه قرائتی میگفت ایشون یک روز دیدار با دانشجویان یک کاری کرد که شاید از نظر زمان 15 دقیقه وقت بیشتر نگرفت، اما ارزش کار او از 100 تا منبر من. چی؟ کوی تابستونی بود، جمعی از دانشجوها اومدن برای دیدار ایشون. دیگه همه کفش در آوردن، وارد اتاق شدن. ایشون یه عباس کرد که الان خدمتتون میرسه. در اتاق بس اومد تو حیاط. بعد از مدتی برگشت، صحبت کرد، هوا گرم شده بود، تمام شد، آیون میخواستن برن. ایشون یک کاری کرده بود که از 100 تا کلاس درس برای این دانشجوها ارزشش چیکار کرد. اون لحظه گفت الان میام، میگه البته تمام این کفش ها رو ردیف کرد. کفش کیو؟ کی؟ آیت الله. میگم عارفه، بخونید
گوگل آیت الله شیخ یحیی انصاری شیرازی چشم برزخی داشت، کفش تمام این دانشجوها رو ندید، چون هوای قومم تابستون خیلی داغه. رفت چند تا گونی نخی اینا رو خیس کرد، خیلی ماچلاش کرد، آواش ریخته شده و اما رطوبتش هست. این آواز گذاشت که این دانشجوها وقتی میخوام برن این کفش داغ نشه، پای این دانشجوها اذیت نشه. دقت کردی؟ دیگه دانشجو وقتی اومدن همه حاجبات بودن، یا آیت الله این کار رو انجام بده. یعنی تو ذهن اون دانشجو تا عمر داری خاطره رو شد، هیچ وقت از زیر بار کار فرار نکنید. این شعار رو بگیم، کار جوهر انسان مرده، بیکاری آره، کار آر نیست. چرا؟ چون امام صادق علمت ان عملی لا یعمله غیری. یا اون مردک میگه من دنبال امام صادق میگه امام باقر گشتم، بعد میگیم که امام باقر بیرون مدینه تو نخلستان داره کار میکنه، بیل میزنه، عرق از سلولوی امام باقر. بعد چاپوسی کردن حق رسول الله، شما هم کار، شما هم دنیا، شما هم مال فلان. حضرت فرمود میخوام کار بکنم، عرق بریزم تا منت افرادی مثل شما ها رو بکشم. امام باقر کار میکرده، امیرالمؤمنین کار میکرده، منتها هر نوع کاری که مشروع باشه این کار آر نیست. بله گناه آره، اما غیر گناه که آر نمیشه. شیخ انصاری به خود داده شد مرجع تقلید کل جهان تشیع بود. این مادر پیری داشت بود نجف، هر وقت میخواست بره حمام این مادر پیر خودی رو کل خودش میگره میبود تا دم در حمام و ماما اون بود. بعد به اون خادم میگفت که کی مادرم رو میبری حمام شوشو برگردونی. یک ساعت دوباره این مرجع تقلید میرم مادر رو کل میگرفته یا بود. حالا امروز به من شما بگیم دیگه پدر رو تو کل بگیر، مادر بگیر کسر شهر من. ولی شیخ انصاری رو من افتخار میکنم، کار آر یک. دومی سخت‌تر، و علمت ان الله عز وجل مطلع استحییت. به این باور رسیدن که خدا اطلاع به حال من داره، آگاهی به حال من داره. خب چیکار کردی؟ استحییت، از خدا حیا کردم. بله برخی روایت داریم که گاهی اوقات انسان گناهکار اونقدر بی‌حیا میشه، از یک بچه 7 ساله شرم میکنه، گناه نمیکنه، اما در برابر خدا گناه میکنه. خطاب میرسه که آیا تو عظمت خدا رو از عظمت جا کردی پایین‌تر آوردی، از اون بچه شرم میکنی اما از خدا حیا نمیکنی. عزیزان همین یک جمله امام صادق برادر بسه. ما هر کجا باشیم، در هر موقعیتی باشیم، تو خونه باشیم، تو محل کار باشیم، تو بیابان باشیم، خدا داره ما رو میبینه، مطلع به حالمون هست. درست شد؟ پس تحلیل. پس دومین اصل از اصول زندگی امام صادق حیا هست. اولین اصل تلاش، دومین اصل حیا، سوم و علمت ان رزقی لا یاکله غیری فاطمئننت. یقین پیدا کردن که رزق منو غیر من نمیخوره، لذا اطمینان به رازقیت خدا. یک تقسیمی دارم تو روایت من دیدم، دیگر بعضی چیزها قسمته، بله بعضی که ها رزقه.
خیلی چیزها رزق ما نیست. رزق میگه اونی که از گلوت پایین بره، این میشه رزق تو. اما بعضی چیزها هست که اونا رزق تو نیستن، اونا نعمتهای خدا هستن برای تو. خب انسان میخواد یه چیزی بخوره که نمیره. امام صادق میگه من یقین پیدا کردم که خدا رزق منو مطمئناً تو، پس اطمینان پیدا کرد به خدا. پس رکن سوم اطمینان به رازقیت خدا. چهارم و علمت ان آخر امری الموت پس تعددت. یقین پیدا کردن که پایان کار من مرگه. ما بعضیمون شعار میدیم ولی باورمون نمیشه. شاید این حدیثی بار خوندم زمان هارون الرشید بوده یا یکی از خلفای بنی العباس، گفته بگردید تو این شهرهای اسلامی به کسی هست که سنش خیلی زیاد باشه که زمان پیغمبر رو درک کرده باشه. گشتن تو این خدمتتون از که شهرهای اسلامی یه پیرمرد رو پیدا کردن که نای بلند شدن رو هم نداشت. بعد گفتن تو پیغمبر رو دیدی؟ گفت بعد بارو گفتن نای هست. گفت این رو حتی این تختی هم که درست کردن تو روایت داری که این توشکش هم انقدر نرم بوده که این پیرمرد جدا نمیده، یعنی با ناز و نعمتشون رو بیارین توی خلیفه ببینه. این پیرمرد آبود این خلیفه نگاه کرد، تو پیغمبر رو دیدی؟ گفت اوکی. و زمان که نوجوان بودم یک بار با پدرم رفتیم مدینه، رفتیم خدمت پیغمبر، دیگه هم پیغمبر رو ندیدم. گفت سخنی هم از ایشون به یاد داری؟ گفت بله، اون روز یه حدیث خیلی نابی خوند هنوز تو گوش من هست. گفت چه حدیثی؟ گفت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه فرمود که فرزند آدم یشیب پیر میشه و شاب فیه خصلتان، اما دو خصلت در او تازه جوان میشه. یشیب و ابن آدم و شاب فیه خصلتان. فرزند آدم پیر میشه اما سر پیری معرکه گیری دو چیز تازه درش جوان میشه. گفته چی؟ گفته یکی طمع، دیگری طول العمل، آرزوهای طولانی. الان بعضی پیرمردا پیرزنا رو پیش میشین وقتی صحبت میکنن انگار که میخواد 100 سال دیگه 10 تا مریضی داره، روز 15 تا قرص میخوره. دقت کردید؟ اگه قرصا رو ازش بگن میبینه، اما یک جوری آرزو داره خیلی 100 سال دیگه میخواد. دیگه یه خلیفه خوشش اومد، گفت یک کیسه زر بهش بدید، پول بهش بدید. دادن و خوشحال شدن، رفت خداحافظی کردن. دیگه از خارج شدن دیگه باز صدای ضعیف میگه منو دوباره برگردونید. گفت حتما باز حدیث یادش اومده. دقت کردید؟ گفت منو دوباره پیش خلیفه برگردونید. دوباره برگردوندن. خلیفه گفت که ها باز حدیث یادت اومده؟ گفت نه. گفت برای چی بس برگشتی؟ گفت که من خواستم بگم که این کیسه پولی که داری همین اولین بار آخرین بار یه بازم میدی. بله آیا بار دیگه بازم به من از این بوی پول مثل بوی کبابه؟ دقت کردی؟ خیلی یاد جذب. میگه تا این رو گفت اون خلیفه گفت صدق رسول الله، واقعا پیغمبر راست گفت. حدیثی که خودت خوندی که انسان پیر میشه اما تازه دو خصلت جوان میشه: حرص، طول الامل. این مردی که داره میمیره باز حرص و طمعش رو ببین، میگه همین یک کیسه هست یا کیسه دیگر هم. بعد تو روایت داره این پیرمرد تا به وطن نرسیده مرد، یعنی سفرش هم تکمیل نشده. حالا امام صادق فرمود و علمت ان آخر امری، یقین پیدا کردم پایان کار من مرگ است. پس تعددت، پس خودم را آماده برای این سفر کردم. پس 4 اصل در زندگی امام صادق: کار و تلاش و کوشش، حیا، یقین به رازقیت خدا،
آمادگی برای مرگ. این 4 ستون و ارکان زندگی یک شیعه باید باشه. نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. الهی یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق